سلام دوستان. توی این ویدیو میخوام به این سوال بپردازم که برای شروع برنامه نویسی چه زبان برنامه نویسی رو باید یاد بگیریم. تعداد خیلی زیادی زبان برنامه نویسی وجود دارن که همین الان میتونید اونا رو یاد بگیرید. از پایتون، جاوا، فلاتر، جاوا اسکریپت، PHP، C شارپ و همینجور میتونم اسم ببرم. توی این ویدیو نمیخوام تعداد زبان‌ها و چیزهایی که میتونید یاد بگیرید رو بگم. اول از همه باید به این موضوع فکر کنید که برای چه چیزی میخواید برنامه نویسی رو یاد بگیرید. میخواید یه برنامه نویس اپ موبایلی بشید، یا میخواید یه بازی بسازید، یا میخواید یه سایت طراحی کنید و دیزاین سایت رو شما انجام بدید، و یا دوست دارید برنامه نویسی سمت سرور یا بک‌اند رو انجام بدید. توی پرانتز ویدیوی راهنمای برنامه نویسی بک‌اند رو از لینک بالا یا توی دیسکریپشن میتونید ببینید. بعد از اینکه به این موضوع فکر کردید، حالا می‌بینیم که چه زبان برنامه نویسی رو میتونیم یاد بگیریم. برای شروع برنامه نویسی خیلی فاکتورهای زیادی هست که میتونید در نظر بگیرید که چند تا از فاکتورهای مهمش رو در ادامه بهتون میگم. اولین مورد بازار کار. اینکه چه زبان‌های برنامه نویسی بازار کار بیشتری دارن و کدوم زبان‌های برنامه نویسی هم هستن که بازار کارشون داره رشد. این مورد رو باید حتما در نظر بگیرید. ولی توی پرانتز این رو هم بدونید که زبان‌هایی که حتی تقریبا استفاده نمیشن هم برای حرفه‌ای‌های اون حوزه بازار کارش هنوز وجود داره. دومین مورد اینه که یادگیری اون زبان چقدر میتونه ساده باشه. اینکه یه زبان برنامه‌نویسی ساده باشه یا پیچیده باشه توی کارایی اون زبان برنامه‌نویسی خیلی تأثیری نداره. اما توی روند یادگیری و ناامید نشدن از یادگیری، یه زبان برنامه نویسی که ساده تر باشه میتونه خیلی مفید باشه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید. سومین مورد اینه که با اون زبان چه پروژه هایی رو میتونید انجام بدید. باید ببینید با زبانی که میخواید یاد بگیرید توی شروع کار چه پروژه هایی میتونید باهاش انجام بدید. انجام پروژه های شخصی کوچیک میتونه بهتون انگیزه بده که چه کارهای بزرگتری هم میتونید با اون زبان انجام بدید. و همینطور این پروژه های کوچیک توی رزومه کاریتون میمونه و هم برای استخدام شدن و گرفتن پروژه های بعدی خیلی تاثیر دارن. همین پروژه های شخصی کوچیک اگه ایده های خوبی پشتشون باشه میتونن به یک کسب و کار شخصی در آینده براتون تبدیل بشن. مورد چهارم کامیونیتی یا جامعه قوی اون زبان برنامه نویسیه. توی یادگیری برنامه نویسی مخصوصا اوایل یادگیری خیلی مشکلات زیادی توی کدنویسی، دیباگ کردن و خیلی موارد دیگه براتون پیش میاد. بهترین دوست شما برای حل کردن مشکلاتتون گوگله. البته الان میتونید از هوش مصنوعی ها مثل چت جی پی تی هم کمک بگیرید. اگر زبان برنامه نویسیتون کامیونیتی قوی داشته باشه، با اولین جستجو در مورد مشکلتون راه حل مشکلتون رو پیدا میکنید. حالا که این موارد رو دونستید، پیشنهاد من برای شروع یادگیری اصول برنامه نویسی با یک زبان ساده مثل پایتونه که کامیونیتی خیلی قوی داره و خیلی راحت میتونید مشکلاتتون رو برطرف کنید و همینطور یه زبان کاملا رو به رشد. سادگی این زبان دلیل بر کمکارایی بودنش نیست و همین الان توی حوزه‌های مختلف داره از زبان پایتون استفاده میشه. در نهایت انتخاب زبان برنامه نویسی یه تصمیم کاملا شخصیه و خیلی موارد دیگه ای رو هم شامل میشه که توی این ویدیو گفته نشد. و توی حوزه‌های مختلف زبان‌های برنامه‌نویسی خیلی زیادی وجود داره. اگر زبان برنامه‌نویسی رو در حال یادگیری هستید، دلیل انتخابش رو زیر این ویدیو بنویسید. در آخر این مورد رو بدونید که اگر یک زبان برنامه‌نویسی رو کامل یاد بگیرید، بعد از اون خیلی راحت میتونید یک زبان دیگر رو یاد بگیرید. مثلا اگر شما اصول برنامه نویسی رو با پایتون یاد گرفته باشید، خیلی راحت با جستجو کردن همون موردی که توی پایتون انجام میدادید میتونید به مثال جاوا اسکریپتش برسید و خیلی راحت تر جاوا اسکریپت رو یاد بگیرید. ممنون که این ویدیو رو دیدید. برای دیدن ویدیوها و آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و اگر سوالی داشتید زیر همین ویدیو بپرسید. 2 تا ویدیو دیگه هم روی صفحه میبینید که پیشنهاد میکنم اون ویدیوها رو هم ببینید.